الو. قال پس چه شد این الاغ پرنده؟ کت خدا، این کار دانش بنیان در حد ما نمی باشندی. ای بابا برو از روساباد بگیرندی، تو فقط یه رنگی به آن بزنندی تا زودتر به مردم به اسم دانش بنیان و اقتدار کت خدا غالب کنیم. آهای اهالی فینیتو، اینقدر نگویید ریس هیچ غلطی نکرده. اینقدر مدرک کلاس 6 این ننه مرده را به رخش نکشید. امروز ریس من میخواهد یک اقتدار دانش بنیان کت خدا محور را به نمایش بگذارندی. ریس خودت بگو. بله، ما اکنون اقتدار خویش را همی ترکانده ایم. ما با کمک دانش کشکان مالش بنیان خود توانسته ایم یک الاغ پرنده درست کنیم و به آسمان همی بفرستیمندی. الاغ پرنده را بیاورید. الاغ جان بپر. ریس عجب الاغ پرنده دانش بنیانی دانشمندان فینیتو ساختند. تبریک به این اقتدار فینیتو. ای بابا، دانشمندی فینیتو کجا بودسکی؟ این الاغ پرنده را ما روسابادی ها درست کردسکی که با اوکراین کده جفته کمی بزنندی. ای وای کت خدا، آبرویمان رفتندی. ریس واسه همینه که از اول خلقت هیچ الاغی رو پرنده درست نکردن. خاک بر سرت کنن، اقتدار ما برباد رفتن. کت خدای چرنده با ریسیس درنده، الاغ‌های پرنده. تو قیمت پل رو در فینیتو تنظیم میکن. ساختن الاغ پرنده پیشکش.